وسایل اخباری عمومی چون که خب در یک جای یک کمبودی آشکار می‌گردد به واسطه شو این افتخار ما است پس که قدم مجله بود در شهر نورک یک چی بود یک جایی با همون کارمند وسایل اخبار عمومی رفته بسیار بعد با عکس العمل با مقاله دیگر نوشتن و چیکردن این بسیار نتیجه خوب می‌گیرد یعنی که شفافیت کار ما یعنی که با همکاری ما این انعکاسگر آن است که ما خدمت ما و شما برای وطن است برای مردم شهرخانه تاجیکستان است و باز تاکید میکنم که ما باید که 6 ماه و 1 سال انتظار نشویم دائم در تماس باشیم تمام این مشکلات جامعه انتظار شده اگر ممکن فرصت از دست میدیم برای همین ما شعبه مطبوع داریم ما مرحمت اما وقتی که شما مراجعت میکنید من خودم آماده هستم که با شما در تماس باشم با شما حتی ضرور باشد برای اون موقع اگر سفر خدمتی بیاید اینا تشکیل کردن رو میکنید. سلام باشید.